گفتم ای سیم زقن گفت کی را میگویی؟ گفتم ای عهد شکن گفت چه ها میگویی؟ گفتم ای آنکه نداری سر یک موی وفا، گفت معلوم شد اکنون که مرا میگویی. گفتم ای جان ز دل سخت تو فریاد مرا، گفتم ای جان ز دل سخت تو فریاد مرا، گفت با من سخنی سخت چرا میگویی؟ گفتمش کی رسد از بخت پیام به کمال، گفت آن لحظه که از ماش سلام میگویی. سلام بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه نوبتی بزم شعر باز هم بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی تهیه می‌گردد. در برنامه گذشته دانشجویان دانشکده دولتی زبانها و اینچنین دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان میان هم سبقت کرده بودند که در آن برنامه دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان غالب اعلان گردیده بودند. امروز نیز به استودیو دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان و اینچنین دانشجویان دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده جمع آمدند که میخواهند میان هم در اساس اشعار بیزوال کمال خوجندی سبقت بکنند. برنامه ما از 3 بخش عبارت است. بخش اول قرائت شعر، بخش دوم ضرب المثل و بخش سوم بیت برک و هر 3 بخش در اساس اشعار کمال خوجندی باید صورت بگیرد. و حالا بخش اول رو پیشنهاد شما میکنیم که قرائت شعر نام دارد و در این بخش دانشجویان از اشعار ماندگار کمال خوجندی شعرها قرائت میکنند. مرحمت. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویی امرو زنده رو سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاک آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. از لب لعلت نپرهیزم به دور آن دو چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکر زهدم برایت تا نظر باز آمدم، پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند و چون ما خیز و در رقص و کمال، حالت وجد ریایی خوش نمی آید مرا. دل که دلدار ندارد دل نشاید خواندنش، نیست عاشق گر نباشد رسم جان افشاندنش. گرچه افتاده است بر خاک رهش گلگون سریشک، تا مجال هست خواهم از پی او راندنش. سهل باشد گر کناری ما گرفت از گریه آب، بر کناری آب چون گل گر توان بنشاندنش. سرو میگویند از آن قامت به حیرت مانده است، زانچه میگویند میماند به یک جا ماندنش. خنده او میکشد ما را سرش باز موجان، زانکه طفل است او به بازی میتوان خنداندنش. گر نگردد عود پیش زلف و خالش عطرساز، خوب میباید نخستین اندکی سوزاندنش. پیش روی دوست از ناسوختن ترسد کمال، زاهدا تا کی ز آتش دم به دم ترساندنش. تشکر. و واقعا ما شاد از آن هستیم که امروز جوانان رو به اشعار شاعران کلاسیک و معاصر می آرند تا که از آن اشعار بیزوال برای خود پند یا حکمت را از خود نمایند. و کمال خوجندی در یک شاه بیتش می گوید که از شفاخانه درد است سخنهای کمال، درد دارید از اینجا سخن آموزید. و در این مصرع به اندیشه من می گوید که واقعا شعر می تواند انسان را معالجه نیز نماید. و مرحمت شما. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و عشق و این، الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین.
میکشی ناوک زمجگان با کمان ابروان، گه بدانم میکشی ای نامسلمان گه بدین. کمترین اقبال من بینگر که خود را بردرد، از ره اخلاص میدارم غلامی کمترین. گر پری میگویدت من با تو میمانم مرنج، بی ادب گر آدمی بودی نگفتی این چونین. دوش اندک برقه از پیش را برداشتی، داشت ماه آسمان پیشی تو روی بر زمین. گر ملول از دلم کانجای تاریک است و تنگ، دیده مأوای است روشن بعد از این اینجا نشین. بعد از این کم جوی آزار دل ریش کمال، هرچه در دل داشتم گفتم تو دانی بعد از این. نوری چشم بری صاحب نظر می آید، پیش یعقوب ز یوسف خبر می آید. کرد شیرین دهن ما خبر یار عزیز، که ز مصرش دیگر اینک شکر می آید. هر یک رازی طرب پای فرو رفت به گنج، کی به دست من مفلس گوهر می آید. می نشیند ز حسد در دل من پیکانه، هر خدنگی که از او بر جگر می آید. باد هر گرد که می آرد از آن خاک قدم، چشم دارید که کحل بصر می آید. چون ستاره بدر آید به استقبالش، کز ره دور مه از سفر می آید. گر رود جان تو از پیش میندیش کمال، می رود جان و زی جان دوستر می آید. بعد از امروز آشکارا دوست می دارم تو را، از تو چون پوشم نگارا دوست می دارم تو را. در وجود من زی هستی هر سر مویی که هست، دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را. خواه در دل باش ساکن، خواه در جان شو مقیم، گر در این جایی ور آنجا دوست می دارم تو را. آرم آید پیش سرو و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می دارم تو را. گر نباشی دوست دارم همچنان، زان که من به این تمنا دوست می دارم تو را. دیده و دل هر یکی تنها تو را دارند دوست، خود منی به دل نه تنها دوست می دارم تو را. گفته خون ریزمت گر دشمنم داری کمال، گفته خون ریزمت گر دشمنم داری کمال، من خود از بحر چنین ها دوست می دارم تو را. آفرین. ای ریخت سودای تو خون دل ما را، به هیچ گناه بنواز دم خسته شمشیر جفا را، بار به نگاه بادی سحر از روضه رضوان خبر آورد. امروز به گلزار ای سروی روان، هست مگر پیک صبا را در کوی تو راه. کس نیست که بر بوی گلستان جمالت در باغ طرب نیست. چون لاله ز غم چاک زده جیب قبا را، افکنده کلاه. زنجیر سر زلف تو را با همه خوبی سنبل نتوان گفت. هرگز نکند هیچ کسی مشک ختا را نسبت به گیاه. بشکست همه لشکر سلطان کواکب بر هر طرف امروز، کان زلف زره پوش تو از عنبر سارا آورده سپاه.
هیهات که در دور قمر زنگ برآرد آینه رخسار، کاندم که برآرم ز دل سوخته یارا، زین واقعه آه از حال پریشان کمالت خبری نیست. هیهات چه تدبیر آن کیست که تقریر کند حال گدا را در حضرت شاه. تشکر، بسیار خوب است و این در ژانر مستحضات گفته شده. اندلیب میزند بر گل نوای بشنوید، بوی یاری آشنا از آشنای بشنوید. از لبی لیلی زی مجنون نکته دارید گوش، و از زبانی گل زی بلبل ماجرای بشنوید. جانبی میخانه مأموران جام عشق را، میزند هر خم به زیر لب صلای بشنوید. نوبتی قیصر گذشت آن سلطنت در قصر ماست، نوبتی شاهی زی ایوانی گدای بشنوید. کارها در بند وقت آمد نگه دارید وقت، وقت باشد که از لبی او مرحبای بشنوید. از خدا در هر دعای وصل می خواهد کمال، گر نمی گویید آمین دعای بشنوید. ما را هوسی مسجد و سجاده نباشد، مستی صفتی مردم آزاده نباشد. از ساده دلی پیری ملامتگری ما را، میلی قد سیمین و رخی ساده نباشد. صوفی به قدح گر ننهد دست ارادت، سالک نبود عارف و برجاده نباشد. در خانه درویش کجا اسباب نشاط است، از دولت غمهای تو آماده نباشد. زینهار کمال از سر زلفش نکنی یاد، تا در قدم او سرت افتاده نباشد. بینندگان عزیز، این زمان قرائت دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان را شنیدیم که بسیار خوشایند بود. کمال خوجندی بیشتر در غزلهایش از دوری و تنهایی، هجران و جدایی و جبر و جفای معشوقه شکوه کرده است. دوستان مرحمت بر دل بیچاره من، که برفت از بر من دلبر مکاره من. دل نهادم من مسکین به هلاک تن خویش، چی کنم در غم او نیست جز این چاره من. وای بر جان من و بی کسی و تنهایی، گر نبودی غم او مونس و غمخواره من. هوسی لعل لب او به خرابات مغان، کرد 100 باره گرو دلق 200 پاره من. ای صبا گر گذر از کوی دلارام کنی، باز پرسی خبر زین دل بیچاره من. دارم امروز سر آن که کنم جانبازی، گر قدم رنجه کند دوست به نظاره من. گر نیارد به زبان سوز تو چون شمع کمال، خود گواه است برد گونه رخساره من. بینندگان عزیز، قرائت شعرها را از جانب دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان همراه میشنویم. مرحمت. بحر عشقت بحری بی پایان گفتن میتوان، دوری وصلت گوهری نایاب گفتن میتوان. عاشق گریان که گوید با تو دست ده به ما، گرچه گستاخیست در غرقاب گفتن میتوان. گر کنم با چشم و دل گه گه ز بخت خود حدیث، پیش بیداران حدیث خواب گفتن میتوان. ابرویت از گوشه گیران دل به ناحق میبرد، قول حق در گوشه ای محراب گفتن میتوان. غم مخور غم مخور چون زاهدانی خشک از پیر کمال، تا غزلهای تری چون آب گفتن میتوان. یاری من یاری دیگر میطلبد دانستم، عاشق زار دیگر میطلبد دانستم. آره شاید دیگر از یاری و غمخواری من،
یار و غمخوار دیگر می طلبد دانستم. دیبیزد تیغم و نگذاشت که بوسم آن دست، تیغ مژگان دیگر می طلبد دانستم. من تهی دستم و آن دانه در بیش بهاست، در خریدار دیگر می طلبد دانستم. غمزه را گفت که کم جو دیگر آزاری کمال، بر دل آزار دیگر می طلبد دانستم. به خالت نسبت مشک خطا کردم. من این تشبیه به نسبت چرا کردم؟ صبا انداخت در دستم شب زلفی چو چوگانش، چی گویم کن نفس با او چی ها کردم. چو دیدم قبله رویت با محراب دو ابرویت، 200 ساله نماز خود قضا کردم. رقیبت تربیت فرمود یک بارم به دشنامه، من از شادی 2 بار او را دعا کردم. دلی خود را که از ریشی کهن شد نو به نو تازه، به داروخانه دردت دوا کردم. نوشتم کز تو نگریزم به خون خود خط وانگه، 2 چشمت را بدان معنی گوا کردم. کمال ار اندک زان خط غبار داشت در خاطر، چو دیدم روی او با او صفا کردم. این چی مجلس چی بهشت، این چی مقام است اینجا، عمری باقی رخ ساقی لب جام است اینجا. دولتی کس همه بگذشت از این در نگذشت، شادی کس همه بگریخت غلام است اینجا. چون درآیی به طرب خانه ما با غم دل، همه گویند مخور غم که حرام است اینجا. ما به بام فلکیم از بری ما گر بروی، برو آهسته که بام و لب جام است اینجا. نیست در مجلس ما پیشگه و صف نیال، شاه و درویش ندانند کدام است اینجا. صفتی عود همه سوخته و گرم رویم، بجز از زاهد افزرده که خام است اینجا. چند پرسی چی مقام است کمال این که تو راست، این مقامی که نه منزل نه مقام است اینجا. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. آرزومند دیاری خویشم و یارانی خویش، در جهان تا چند باشم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نافتادی چی دانی حال ما، مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمال، وا غریبا وا غریبا وا غریبا وا غریب. دل رفت به یاد دلپذیره، کس را نبود ز جان گزیره. از عشق بتان جوان شود پیر، این نکته شنیده ام ز پیره. گیرم سر زلف و دارمت گوش، زین گونه کی راست دار و گیره. صد چرخ زند بر آتش از شوق، صیدی که تو افکنی به تیره. دل بردی و دین رواست اینها، ای جان و جهان چه هاست اینها. بندم ز غمت جدا شد از بند، از جور و ستم جداست اینها. گفتی دهمت 1000 دشنام، دشنام مگو دعاست اینها. خاکی ره و گرد پاش گرد آر، ای دیده که توتیاست اینها. دل شد ز کمال غایب و عقل، گر نیست و تو کجاست اینها. در صحبت دوست جان نغنجد، شادی و غم جهان نغنجد.
در خلوت و قرب خانه انس این راه نیابد و نغنجد. ما خانه خراب کردگان را در دل غم خان و ما نغنجد. پر شد در و بام یار از یار اغیار در این میان نغنجد. تن را چه محل که در حریمش سر نیز بر آستان نغنجد. یا دوست گزین کمال یا جان یک خانه دو مهمان نغنجد. بینندگان عزیز، اینک بخش ضرب المثل را پیشنهاد شما می نماییم. واقعا سرتاسر اشعار کمال خوجندی را ضرب المثل و مقال فرا گرفته است و اینک ما یک نمونه پیشنهاد میکنیم و باید اشتراکچیان بیت های را از کمال خوجندی اینجا قرائت کنند که در ترکیب آن ضرب المثل موجود باشد. به بوسه سیب زخن گفتمش ز گلشن کیست. کمال گفت تو انگور خور مپرس از باغ. مرحمت. دیوار گوش دارد و اغیار نیز چشم. ما چون کنیم با تو زی بیرون در سخن. خب در کدام مصرع این بیت ضرب المثل موجود است؟ در مصرع اول این بیت ضرب المثل دیوار مش دارد و مش گوش موجود است. نخواهم من که کس با آن شکرلب هم نفس باشد، ولی هر جا که شیری نیست غوغای مگس باشد. در مصرع دوم این بیت ضرب المثلی هر جا که شیره دارد مگسی خیره دارد استفاده شده است. سلامت باشید. مرحبا. تو کی کمال باره که بساط قرب جویی ز حد گلیم خود پا نتوان دراز کردن. در مصرع دوم این بیت ضرب المثل پایت را به اندازه کرپه دراز کن استفاده شده است. تشکر. گفته صورت ما مظهر معنی است کمال، خود عیان است چی حاجت به بیان تو بود. در مصرع دوم این بیت ضرب المثل آن چیز که عیان است حاجت به بیان است استفاده شده است. در یک بیت دیگر شاعر میگوید که جانا چی کنم پیش تو ابراز محبت، آن چیز که عیان است چی حاجت به بیان است. مرحبا. عقل گفتا به روی او چونی، گفتمش رنگ بینو حال مپرس. در اینجا ضرب المثل هرچی عیان است حاجت به بیان است استفاده شده است. آفرین. مرحبا. تو گوش نهادستی و ما دیده به دیدار، از دیده بس فرق بود تا به شنیدن. در این بیت در مصرع دومش ضرب المثل شنیدن کی بود مانند دیدن استفاده شده است. بله. به دل بزرگوار نیز در یک بیت میگوید که تو را دیدیم یوسف را شنیدیم، شنیدن کی بود مانند دیدن. مرحبا. در حق ما ای رقیب هرچی تو خواهی بگو، نیست به همچون توی بهلی خاموشی جواب. در این بیت در مصرع دوم ضرب المثل دهان پوشیده 100 تنگه استفاده برده شده است. آفرین. مرحبا. و شکر گفتن دشمن کوش، دوستان را چرا لبت کوشته است. در مصرع اول این بیت ضرب المثل دشمن را به شکر کوش استفاده شده است. اینک ضرب المثل ها را از جانب دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان از اشعار کمال خوجندی میشنویم. مرحبا. عاشق کشی ثواب بود در کتاب عشق، عاشق هم زیده است نداد این ثواب را. چون تو در غربت نیفتاده چه دانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب. در اینجا مصرع دوم بیت با ضرب المثل خلقی هر بوته که آتش افتاد خودش میسوزد مانندی دارد. چاکرانت را نمیگویم که خاک آن درم، با بزرگان خود ستایه خوش نمی آید مرا. در اینجا در مصرع دوم ضرب المثل نزد بزرگان خاموشی را اختیار کن استفاده شده است. بینندگان عزیز، ضرب المثل ها را از جانب دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت نیز شنیدیم. بینندگان عزیز، برنامه نوبتی بزم شعر بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی ادامه دارد. موسیقی را بال و پر شعر میگویند
و آهنگسازان از زمان خود کمال خوجندی تا به امروز غزلهای او را به رشته آهنگ کشیده در محفلهای گوناگون می سرایند. امروز در برنامه بزم شعر آوازخوان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهابوف کمیته تلویزیون و رادیو معروف جان رحمانوف ترانه را از اشعار کمال خوجندی برای ما و شما پیشنهاد میکنند. مرحمت. یاری ما سروی بلند است بگویم بلند پس گفتن سخن از بیم رقیبان تا چند دامنش دیر به دستم فی تدو حلقه زلف نتوان زود گرفت آبی مشکین به کمم نتوان زود گرفت آبی مشکین به کمم اگر آید هی آنچه خاکیست چرا بر منی خاکی نفکن دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر جامی نازک چون شکستن نگیرد پیوند جامی نازک چون شکستن نگیرد پیوند بعد از آن کاتش دل سینه پروانه بسوخت شب خواهی به هلاکش بگیری خوابی خم گفته ای کاری دلت بست از آن زلف دوتاست کاری توست این همه بر زلف دلاویز مبند گر بجویند بسد خر نیابند کمال گر بجویند بسد خر نیابند کمال بلبلی چون تو خوش الهام به چمنهای خجم بلبلی چون تو خوش الهام به چمنهای خجم بینندگان عزیز برنامه بزم شعر ادامه دارد و اینک بخش بیت برک رو پیشنهاد شما می نماییم. این بخش برای معین کردن غالب برنامه نقش اساسی را می بازد
و حالا ما یک بیت را از اشعار کمال خوجندی پیشنهاد میکنیم و اشتراکچیان را میباید با حرف آخر این بیت برک را ادامه دهند و ناگفته نماند که هر آن گروهی که در مدت 10 ثانیه جواب گفته نمیتواند مغلوب میگردد. چی پرسی از کمال آخر که دور از روی من چونی، چی باشد حال آن بلبل که از گلشن جدا افتد. حرف د. مرمت. درد تو به از دواست ای دوست، اندوه تو جان فزاست ای دوست. تنی رنجور من از دست و دل و دیده چی سود، گاه بر آتش و گاه بر سری آب است امشب. بیا ساقی که بیخ غم به دور گل براندازیم، بوتی گل رخ طلب داریم در ساغر مل اندازیم. من از آن چشم خوشان روز شدم عهد شکن، که نبود از می و از میکده آثار هنوز. زین سان که داری از خیش دورم، گر میرم از غم از من ندانی. عشق بلبل به چه اندازه که بر گل باشد، عشق من بر گل رخسار تو صد چندان است. تو زی من وصف آن جمال مپرس، لبی او بین و از زلال مپرس. صفتی اوت همه سوخته و گرم رویم، بجز از زاهد افسرده که خام است امشب. با بوسه سیبیزقان گفتمش زی گلشنی کیست، کمال گفت تو انگور خور مپرس از باغ. ثانیه ها میروند. غمزه را گفت که کم جا دیگر آزار کمال، بر دل آزار دیگر می طلبد دانستم. مگو کرباب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است مرد کچو مولانا. عاشقان طالب و صاحب نظران در کارند، عاقلان بیخبر و بیخبران هوشیارند. دل چی کند میل تماشای باغ، تا با تو هم از همه دارم فراغ. ثانیه ها میروند. سلامت باشید. واقعا دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان در همه بخش ها فعال بودند و در بخش بیت برک نیز دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت را مغلوب نمودند. باید این بخش غالب را معین میکرد که اینک ما و شما شاهد هستیم که دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان غالب هستند و در برنامه آینده دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان و اینچنین دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده میان هم سبقت میکنند و از میان آنها ما غالب مطلق را معین میکنیم. برای اشتراکتان در برنامه اظهار سپاس مینماییم. عالم روی نهادند به اشعار کمال، که خیالات لطیف است در آب سخنش. بینندگان عزیز، به امید آن که شما نیز رو به اشعار حکیمانه کمال خوجندی می آرید، برنامه نوبتی بزم شعر را به پایان می رسانیم. تا دیدار دیگر با عزت و سرفراز باشید. خیر.